امام غزالی درباره خاموشی گپ میزند، میگه گوش کنید بچه‌ها، ببینید اصلا همین کلام سخن چهار نوع میشود. یکم کلامی که مطلق زیان داره، سر تا پا همه زیان است، مثلا غیبت، مثلا دروغ. این کلامی هست که سر تا پا همه زیان است، همه در جان صاحبش جور است. دوم کلامی که سر تا پا همه ثواب است، خیر است، امری به معروف و نهی از منکر، ذکر خدای عزوجل. سیوم کلامی که هم سود دارد هم زیان، هم فایده دارد هم نقصان. چهارم کلامی که نه سود داره و نه زیان، نه فایده داره و نه نقصان. بعد میگه او کلامی که سر تا پا هم زیان است، از او اجتناب ورزیدن مسلمان واجبه. میخواهی که جان در عذاب نباشه، باید از سخنی که همش زیان است زبان تا باز بداری، خاموش باشی. خاموش ایستادن واجب است. کلامی که هم فایده دارد هم ضرر، البته که ضررش ای فایدهش زیاد است، از اما خاطر بهترش که او کلام نگوی. در کلامی که هم فایده داره و هم ضرر، بهترش او را نگوی. سیوم کلامی که نه فایده داره و نه ضرر، ای گپی لغو و بیهوده ای، گپی بی معنی ای، عمر ضایع ساختن ای، پس باید ایش هم نگوی. چیمون؟ کلامی که فقط فایده داره. یعنی که اگر سخن کلام با 4 حصه تقسیم شود، 3 حصهش ممنوع ای، 1 حصهش اجازت. میفهمه؟ یعنی که باید از گفتن دیده بیشتر بشنویم، خاموشی را بیشتر اختیار کنیم. شخص میگه بچین شد پیش شیخ مرد هوشیار، که ما رو از حقیقت کن خبردار. بچین شد پیش شیخ مرد هوشیار، که ما رو از حقیقت کن خبردار. جوابش داد آن پیری طریقت، که 10 جزو است در معنی حقیقت. پیش یک شیخ می روه یک مرد که حقیقت برام بیان کن. گفت حقیقت از 10 قسم عبارت است، بگویم تا اگر نیکو نیوشی، یکی کم گفتن است 9 خموشی. اگر گپ ما گوش کنی و قبول کنی، همو حقیقتی که تو میپرسی از 10 1 حصهش کم گپ زدن است، 9 حصهش خاموشی. زی خاموشی است در دست شهان باز، که بلبل در قفس نالد زی آواز. باز شهباز که خاموش است در بالای دست پاچه ها میگرده. پاچه که شکار برمد، شهباز در بالای دستش گرفته بگردونه. اما بلبل بیچاره که ای شهباز در خشرو ای دسته همو آواز شو، ای دسته همو چه چه شو، دایم بیچاره در دوی قفس ای. از همین خاطر بیشتر شخص باید کوشش کنه که خاموش باشه. از حضرت سلیمان ابن داود علیه السلام روایت میکنن، حضرت سلیمان که گفته است این کان من فضة کلامک یا نفس فالسکوت من ذهب. اگر سخن تو ای مرد مثل نقره خامم که باشه، مثل نقره درخشان قیمت بها هم که باشه، سکوت طلا است، خاموش ایستادن طلا است. آداب یعنی خاموش ایستادن باید یاد بگیریم. بعضی برادر سوال میکنه در تلفن، با برابرت گپ زده است، یه بچه حالی هم سوال تمام نشده است، تمام شده است، او تمام شده است، دم تبگی ادم خب بیست اگره من همیتره بفهمونم جواب شد. او تو برابری من گپ زده استی، ای کجا دیگه من خشم میته که جوابی تره بتم. سوالا که کردی باید خاموش بستی که جوابش چی میشوه. و احمق ترین احمق ها کسی است که با دبین سخن میدوه، صبر نمیکنه تا آخر سخن گوش کنه، دبین سخن میدوه. یک روز در یاوان مهمان شده، یک برادر حاجی بحردینی برادر مدعوت مکرده بود، یک معرکه بود.
یک برادر حاجی خدا عمرش دراز کنه نامش نمیگیرم، سال 2006 همراه مو در حج بود. ملای از امی دهنی در ایستاده است، автомат واری سوال میتم با یک سوالایی که بسیار سوالهای فراگیر مفهوم عمیق داشته. ایمان چیست؟ اسلام چیست؟ عقل بالا است یا علم؟ این تری سوال هست. ببینید با همین نویتشان سر کرده که سوال دیم شمیتا اوشا دالی خلاص نکرده که سوال سیم. ای مردک تو کلای گندش خورده ایقا چق داری، یک دم صبر که اوخی این سوالای تو میتی هر کدام این چند ساعت وقت طلب داره. تو لو عقل مون که همین به طریق مختصر برات بیانش کنن. نشانه حماقت انسان وقت ظاهر میگرده که طاقت نداشته باشه، صبر نداشته باشه که یک شخص سخن کلامش خلاص کنه و در بین گپ بدوه. حضرت شیخ سعدی فرموده است سخن را سر است ای خیرتمند بون، نیاور سخن در میانی سخن. گپ اول داره و آخر داره، در میانی گپ ندو. سخن را سر است ای خیرتمند بون، نیاور سخن در میان سخن. خداوندی تدبیر و فرهنگ هوش، نگوید سخن تا نبیند خموش. آدمی به عقل به تدبیر تا طرف مقابل خاموش نایستد سخن نمیگه. حقیقتا بعضی طرف مقابل است که جونمر نه نقطه داره نه ویرگل، همین تر رس کرده گفتن میگیره. اما به هر حال و وجه اندک صبر کردن در کن. همین یکان جا اندک دکه خورد پیش پای خورد بعد گپ تا بگو، در بین گپش ندو. این از روی آداب و از روی عقل نیست. اصلا چرا درباره سخن قدر زیاد میگیم؟ زیرا سخن بسیار مهم است. بهترین گوهر گنجینه هستی سخن است. سخن ار جان نبود مرده چرا خاموش است؟ این سخن که جان نباشه مرده برای چی گپ نمیزنه؟ انسان به سخنش دانسته میشود. کمال عقل انسان یا بی عقلی انسان به سخن گفتنش دانسته میشود. حضرت میرزا صاحب تبریزی بسیار شاعری با قوت، یک عالم شرعی هم بود، گفته است در سخن گفتن خطای جاهلان پیدا شود، تیر کج چون از کمان بیرون رود رسوا شود. جاهل مرد وقتی که سخن اثر کرد میفهمی کیه. همین تیر اگر کجله باشه و از کمان زدیش بعد معلوم میشه که چی به دستی. حضرت بیدل فکر میرزا صاحب اندکیگه تقویه داد، با زیباتر کرده. گفت در سخن گفتن خطای جاهلان پیدا شود یا بی‌تمیزی های مردم از سخن پیدا شود، پیسته بی مغز اگر لب واکند رسوا شود. از همین خاطر بهترش خاموش باشی، بسیار گپ نزنی. شیخ سعدی روایت میکند که یک مرد فرزندش برد پیش عالما تعلیم علم داد، صاحب علم شد، اما جوانی به تجربه بود. حالی در معرکه میآید عالما گپ میزنند این خاموش است. یک روز در خانه مزاحمتش کرد که پسر جان آخی ترم علم خوانده، همون چیزای خواندگی تا کم کم بگو همین مردم بفهمن که ترم میدونی. گفت پدر جان من میترسم که با یگان سوال میتن که نمیدونم، شرمنده میشم. از اون بهتر نیست که خاموش بستم. مرد پنهان بود به زیر زبان، تا نگوید سخن ندانندش. نه گوید لبیب خوانندش، زیشت گوید سفه دانندش. مرد در زیر زبانش نهفته. یک روایت، یک خبر حضرت علی رسیده است که گفت المرء مخبوء تحت لسانه، مرد پنهان است، پوشیده است در پشت زبانش، در زیر زبانش. مرد پنهان بود به زیر زبان، تا نگوید سخن ندانندش. نه گوید لبیب خوانندش. گپ خوب که گفت میگن این آدم به عقل بود است، دانشمند بود است. زیشت گوید سفه خوانندش. نه که اگر گپای احمقانه گفت، گپای بی‌تمیزی گفت، بی معنی گفت، در اون صورت میگن این احمق بود است.
این بی عقل بی فراست بدست. همین خاموشی بخد یک شوکت داره، یک شکوه داره. و این موضوع بسیار مهم، موضوع دجال است. دجالی که عقل بسیاری ها را ربوده است، دجالی که بزرگترین علمای عصر 20 و عصر 21 در اطراف پیدا شدن نشدن او، در اطراف حیات او، در مسئله آن که چی نوع ظهور میکرده باشد بحث های بسیار طولانی کرده اند و بنی بشر خاصتا مردم مسلمان را تحذیر داده اند. الحال انشاءالله صحبت میکنیم که این دجال چی کس است، کی پیدا شده است، کی ظهور میکند، چی نوع از جانبی که به دستی که به قتل میرسد و بنی بشر از شر او نجات بیابند. ببینید فتنه دجال به حد سخت است، به حد شدید است که رسول الله صلی الله علیه و سلم دعا میکردن پیوسته و ما و شما را تعلیم به دعا میدادند. اللهم انی اعوذ بک من فتنه المسیح الدجال. پروردگارا من به تو پناه میبرم از برای خود و از برای امت خود از شر فتنه دجال. شر دجال پیامبر صلی الله علیه و سلم مسیح خوند، زیرا این دجال بدبخت دعوای مسیحیت نیز کرده است. میگوید من مسیح هستم، به زبان یهودی ها مشیخ. حالی با یهودی ها صحبت کنه اونا میگن ما منتظر همون مسیح هستیم، مسیحی که بنی اسرائیل پادشاهی تمام عصر زمان ها میکند و دنیا را فقط برای بنی اسرائیل آماده میکند. امروز ما برای پیشواز همون مسیح تمام سعی تلاش ها را به خرج داده ایستاده ایم. چرا مشیخ میگن؟ برای آنکه این بدبخت دجال دعوای مسیحیت نیز کرده است و متاسفانه این بنی اسرائیل که پیامبر محبوب خدا عیسی مسیح انکار کردند و با انکار عیسی مسیح و با پیغمبر کشیش و این بدبخت ها به غضب خدا گرفتار گشتند، تا هنوز را قبول ندارند. هنوز هم حضرت عیسی را همچون مسیح نمیدونند. نعوذ بالله هنوز هم حضرت عیسی را حرامزاده میگویند. از این خاطر اینا مغضوب علیه هستند. خدای تعالی در قرآن میگه که اینا مغضوب علیه هستند، به غضب خدا گرفتار شدگانند. از این خاطر پیامبر صلی الله علیه و سلم در وقت دعا از خدا التجا کرد که انی اعوذ بک من فتنه المسیح دجال. با تو پناه میبرم از فتنه مسیح دجال، یعنی همون دجالی که دعوای مسیحیت میکند. خب این دجال چی کس است که پیامبر به این بزرگی، به این مرتبه، حبیب خدا، سرور و رهبر کائنات محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم از شر او به پروردگار بزرگ خود پناه میبرد. در حدیث آمده است، حدیث امام بخاری و امام مسلم روایت میکنن، لفظ از مسلم است. حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم بر روایت از انس ابن مالک فرمود ما من نبی الا وقد انذر امته الاعور الكذاب. هیچ پیغمبر در تاریخ بشر نگذشته است مگر اینکه امت خیش را از شر دجال که اعور کذاب است بیم خوف دادند. تمام پیغمبران، هر پیغمبر در تاریخ گذشته است از شر، از فتنه مسیح دجال قوم خود، مردم خود تعلیم داده است، ترس داده است که هش تو را در سر تو بگیره که این بدبخت میبرویه. الا انه اعور و ان ربکم لیس باعور. پیغمبر ما و شما را تحذیر میده، ما و شمایی را که عصرها بعدی حیات با سعادت آن پیامبر بزرگوار به دنیا میاییم که آگاه باشید که این دجال اعور است. این بدبخت یک چشمش
نابینا هم بگیم میشود، کج هم بگیم میشود. یعنی که یک چشمش مثل انگوری که تافیه هست، انگوری پژمرده شدگی، همه خیلی خشک شدگی هست. در صورت که پروردگار شما جمیل است، پروردگار شما بی نقصان است. و این بدبخت، این اشاره به چی است؟ یعنی همین بدبخت اعور یک زمان دعوای خدایی میکند و او امت قومهایی که بعد پیدا میشوند و متاسفانه سواد ندارن، علم ندارن، او به سعادتایی که در نزد بتها سجده میکنن، هم مبادا فراموش نکنه، مبادا فن نخره که خدای بزرگ شما سبحان است، بی نقصان است، جمیل است، در صورت که بدبخت اعورای چشمش. مکتوب بین عینی کافر، در میان دو چشمش ثبت شدگی، در میان دو چشمش کافر. پیامبر ما را تحذیر میته. در زمان پیغمبر که پیدا میشد حضرت خود بیان میکرد، همه را خودش میدونست، اما ما و شما را تحذیر داده است که اگر ما بوده چنین شخص پیدا شد خشرو نگاه کنه. البته اگر مسلمان حقیقی باشد همه کلمه ها را در بین دو چشمش میخونه، کافر. جای دیگر از امام مسلم روایت شده است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود الدجال ممسوح العین، دجال ممسوح العین، یک چشمش آسیب دیدگی ای. اعور العین الیمنا بروایت ابن عمر و اعور العین الیسرا بروایت حذیفه. بر روایتی که از حضرت عبدالله ابن عمر اومده است چشم راستش عیب داره، علت داره، اما در روایتی که از حذیفه ابن یمان اومده است چشم چپش علت داره. و مکتوب بین عینیه کافر ثم تحجاها کاف فا را، میگه در میان چشماش کافر نوشتگی، بعد برای مردم بی سواد با شرحش داد، حرفکیش کرد، گفت حرف کاف است، حرف فا است و حرف را. یقرأه کل مسلم، هر کسی مسلمان باشه او را میخونه، اگر سواد هم که نداشته باشه مسلمان باشه خوندش میتونه. خب در میان علما در مسئله آن که آیا این دجال هست یا بعد پیدا می شود در آخر زمان اختلافات به نهایت زیاد هستند. بعضی از علما میگویند که دجال الکی هست، عمل کرده ایستاده است، اما حالش زمان آشکار ظاهر شدنش نیست، یعنی آشکار ظاهر گشته و نعوذ بالله دعوای مسیحیت و بعدا دعوای خدایی نکرده است. بعضی دیگر میگن نه، دجال فرزند زمان خود است، در عصر خود، در زمان خود، اما قبل از وقوع قیامت تولد می شود، زیرا پیامبر صلی الله علیه و سلم او را جوان گفته است، گفته است انه شاب قطت، دجال یک جوان است، جوانی جنگلموی، موشای سرش مانه، ای شدید و جعده، موی سرش بسیار جنگیله است، جوان است. در بعض روایات اومده است که جوانی 30 ساله است. پس میگن اگر تولد شده باشه بعد این چند ساله شده کی پیدا می شود، کی ظاهر می شود. یک عالم تحقیقات بسیار زیاد برده است، واقعا بزرگا گفتن اسم هر چیزی تا از دانا شنو، سر رمزی علم الاسما شنو. بعضی علمایی هستند که برزم علم دانش خدای تعالی براشو ذکاوت داده است، عقل فراست داده است، بعضی چیزها را به همدیگر قیاس کرده و فکر عقیده شون میگن، یعنی که برزم علم عقل هم دارن، زیرکی هم دارن، جهان بینیشون وسیع است، وسیعتر میبینن، از همه چیز آگاهتر هستن. واقعا هم همین است در حیات. اگر ببینه دو پروفسور است، یک نفرش هم ببینه خیلی زیرکتر است نسبت دیگرش، اگر چند هر دوش در درجه علمی برابر هم پروفسورن، اما یکیش
میبینی بسیار زیرک است، بسیار با فراست است، خوش صحبت است، در صورت یک نفر دیگرش بسیار احمق ابله است، با وجود یا که دعوی پروفسوری میکنه. زیرا که جهانبینی مردم از هم دیگر تفاوت دارد، عقل تفکر مردم از هم دیگر تفاوت دارند. در روی دنیا دو برگ به یک شکل یک صورت نیست. از کجا میتواند در دنیا دو مرد و یک عقل یک تفکر باشد؟ هرگز نمیشود.